آقا یه بوفه نامحدود واقعی پیدا کردم که اینجا هیچکی قضاوتتون نمیکنه، فقط خدا اینجا قضاوتتون میکنه. 329 تومن میدی. این قسمتی دارم بهتون نشون میدم قسمت ساندویچ بارشونه. اینجا محدودیت داره؟ به هیچ عنوان. به هیچ عنوان اینجا محدودیت نداره. آقا ساندویچ بار، ساندویچ گرم یا سرد خودتون درست میکنید. برا من از این جوجه چوبیه میذاری؟ بله. یه میکس ترکیبی از این سبزیجات و از اون جوجه مکزیکی واسم بزن. بله. با یه خوردم روش بندری برا من اضافه کن. ترکیب سمی. بله. میگم که اینجا هیچ کسی باهاتون کار نداره، هیچ کس قضاوتتون نمیکنه. خیارشور گوجه چی بذارم براتون؟ اونو بذار بعدا میشینم روش. بذار یه ساندویچ دیگه هم برام میزنی؟ بله. چند ساندویچ میتونم بزنم؟ هر چند تا که دوست داشته باشی ساندویچ میتونی بزنی. تمام. آقا اینو واسم دونر مرغ بزن یا گوشت بزن، فرقی نداره. رفقا اینجا بوفه نامحدود فود هانتره. حالا تا دید نفری 380,000 تومان میدید، میاد هر چی خواستید استفاده میکنید. به مدت محدود اون یکی ساندویچو برام فیله سوخاری بزن با فیله گریل و کوکتل. به مدت محدود بگید از پیج جمهوری هستین، چه شعبه تهران چه شعبه کرجشون به جای 380,000 تومان 329,000 تومان. خدا وکیلی 329,000 تومان یه پیتزای پیزوری هم بهتون الان به زور میدن. آقا تا رفیقمون شروع میکنه مخلفاتون رو میشینه، من یه توضیحات کامل بهتون بدم. آی فیلم بردار بیا اینجا. 329 تومان داستانش چیه؟ از شنبه تا چهارشنبه از 12:00 تا ساعت 6 عصر نامحدود هر چقدر خواستید با 329,000 تومان مالیات و هیچ پول اضافه هم نمیدید. میایید استفاده میکنید از بوفه. از 6 عصر تا 12 شب و پنجشنبه جمعه 345 تومان میشه. این بازم اینجا حتی اگه 500,000 تومان هم بده بازم ارزنده است. از این و قسمت سالادشون براتون معرفی میکنم. اول میاد دم صندوق به تعداد نفرتون حساب میکنید. بچه زیر 5 سال مهمون مجموعه است، بین 5 تا 10 سال هم نیم بها حساب میشه. بقیه تو ساعتی که بهتون گفتم بر اساس ساعتش قیمتای خاصی داره که بازم زیاد بالا پایینش فرقی نداره. 329 تومن میدی، هر چقدر خواستی یه بشقاب 100 تا بشقاب پر میکنین. قسمت سالاد بارشون رو اینجا مشاهده میکنین که سالادهای مختلف داره، از اندونزی، مکزیکی، روسی، پروانه‌ای، نمیدونم میوه فصل داره. اینورم سالادهای مختلف. اینجا سسای خوشمزه رو مشاهده میکنید با به سلیقه خودت هر چی دوست داشتی. 345 بار بیا اینجا پر خالی کن. اینورم که به دستور شما هر ساندویچی دوست داشته باشی براتون میزنن، بعدش تو دستگاه ساندویچ سازم میزنن پرسش میکنن، اونور رو بگی اینجوری میزنن داخل دستگاه و قشنگ یه ساندویچ گرم باحال بهتون میدن. توی بحث پاستاها از اسپاگتی اینجا پیدا میکنید تا پنه، سس آلفردو، سس بولونز گوشت و دیپ چدار هم هست که میتونید پاستاتون رو جذاب‌تر کنید. و میرسیم قسمت جذاب‌تر. ببین هنوز تو 329 دادی یا این قسمت پیراشکی داغشونه، یکیش پپرونی، یکیش ژامبون، یکیش دونر، یکیش بوقلمون. پیراشکی جذاب میتونی استفاده کنی. هنوز با همون 329 میتونی این همه پیتزا رو هم داشته باشی. آقا همه این پیتزا رو شما ورده بذار سر میزت، کسی باهات کار نداره. اینا هی تا خالیشه یکی دیگه میزنن پرش میکنن. شما خودت قضاوت کن. توی منطقه شما، توی در خونه شما، توی شهر شما یه پیتزا سیر و استیک چنده؟ اینجا 329 که میدی میتونی 10 تا پیتزا سیر و استیک بخوری، 20 تا پیتزای پپرونی بخوری. بیا این ور بازار. حالا سوخاری بازار فیله سوخاری دارن اینجا. این ور سیب زمینی نامحدود، سیب زمینیش هم شرکتی نیست، خودشون میزنن، خیلی بیشتر میچسبه. و قسمت جذاب اینجا دستور میدیم براتون میبرم. برا من سینه میبری؟ بله. سینه، رون، هر چی دوست داشتی براتون برش میزنن. بشقابتون اینجا میگیری و براتون میزنن. سس هم اینجا سس باربیکیو هم میزنید روش. ببین این بوقلمون آخه خدا وکیلی هر جا بری الان 1 میلیون تومان میگیرن، یکیشو بزن جلوت بیشتر. اینجا نامحدوده. تازه آی فیلم توی این لالوها بیا این دستگاه هم نشون بده. نوشابه هم دوست داری نامحدود بخوری، همه چی نامحدوده. 30,000 تومان بیشتر میدی، لیوان بهت میدن، هر چقدر خواستی پر خالی میکنی. به این صورت با این دستگاه ساندویچ ساز، با دستگاه نوشابه ساز. آقا اینجا یه شعبه هم تو کرج داره، همه اینا که بهتون گفتم اونجا هم صدق میکنه. و اینکه ساعت کارشون از 12 ظهر تا 12 شب یک سره هست. و اینجا شما اینجوری نیست که منو داشته باشم بگی آقا من نمیخوام هر چقدر منو نامحدود استفاده کنم، یه پیتزا فقط میخوام. اینجا سیستمش اینجوری نیست. از در که تو میای به تعداد نفرات اول حساب میکنید و بشقابو برمی‌دارید و یا علیمت تا 1 ساعت دیگه هم کارتون ندارن دیگه. ماکسیمم ساعت استفادهش هم 1 ساعت دیگه. با اینجا همه چی هم آماده است.
گشنم بیای به بسم الله میتونی بشینی هر چقدر خاصی بخوری. هیچ آدمی نیست که بتونه بیشتر نیم ساعت بشینه این هم غذا رو بخوره سیر نشه. یعنی یه بازه منصفانه هم گذاشتن که شما با آرامش غذاتون رو میل کنید. یه فضای بزرگ 2 طبقه هم دارن. انقدر جذاب و دفتر بوفشون که خیلی تولد این داستانا میان اینجا مثلا سورشون رو اینجا میدن که واسهشون به صرفه تر در میاد دیگه. این همه آپشن برای مهموناتون دیگه کجا پیدا میکنید؟ پاشید بیاید کوچولوهاتون که قطعا عشق میکنن. سیستم یه جوری که همه اعضای خانواده همه رفیقاتون باب سلیقه‌شون یه چیزی اینجا پیدا میکنن. بریم آدرس رو بهتون بگم. آدرس بوفه نامحدود فود هانتر هم میشه پاسداران، خیابان گیلان غربی، بوستان دوم، پلاک 15 و اینجا مشاهده. تو گوگل مپ هم بوفه نامحدود فود هانتر سرچ کنید این لوکیشن براتون میاره. یه شعبه که بهتون گفتم توی کرج، دوستایی هم که علاقه دارن نمایندگی بگیرن یه شماره داخل کپشن هم براتون گذاشتم، میتونید شرایطو بپرسید. جاتون خالی.